باقلوا سریع‌ترین و ساده‌ترین باقلواییه که میشه درست کرد. خمیرش هم نیاز به استراحت نداره، هم توی فرن میشه درست کرد و هم روی گاز. در مرحله اول شربت باقلوا رو آماده میکنیم که نیاز داریم به 2/3 لیوان آب، 1/3 لیوان گلاب، 1 لیوان شکر و 2 قاشق غذاخوری زعفرون. روی حرارت ملایم قرار میدیم و به هم میزنیم و میذاریم تا خود شکر حل بشه. بعد میذاریم کنار تا سرد بشه. در ادامه کار میریم برای درست کردن خمیر باقلوا که نیاز داریم به 1 عدد تخم مرغ، 1 لیوان شیر، 1 لیوان روغن، 1 قاشق چایخوری وانیل و نصف قاشق چایخوری پودر هل که این مواد رو با هم مخلوط میکنیم و با همزن دستی خوب هم میزنیم و بعدش نشاسته ذرت، آرد و بیکینگ پودر رو هم میریزیم و خوب با دست ورز میدیم تا یک خمیر نرم و لطیف به دست بیاریم. بعد از اینکه خمیر باقلوامون آماده شد، با توجه به اینکه میخوایم توی فرن درست کنیم یا روی گاز، باید خمیر رو روی مایتابه و یا قالب مورد نظر پهن کنیم و بعد به صورت دلخواه برش بزنید. اگر بخواید توی فرن درست کنید، دما باید 170 درجه باشه و تایم پختش 45 دقیقه.
و اگر بخواید توی ماهیتابه درست کنید حتما باید زیر ماهیتابه شعله پخش کن بذارید و باید با تایم 1 ساعت پخته بشه. نکته‌ای که حتما باید رعایت کنید موقعی که شربت باقلوا رو میریزیم باقلوا باید داغ باشه، تازه از ماهیتابه یا فر در اومده باشه و شهد باقلوا یعنی همون شربت باقلوا باید سرد باشه. اگر این آموزش براتون جالب و کاربردی بود حتما لایک و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدیمون هم از دست ندید.